سلام فرزندان عزیزم. می‌دانیم که سفر طولانی و طاقت فرسایی را پیموده اید و از خانه و خانواده و دوستانتان دور هستید. شاید از خود بپرسید اکنون کجا هستید و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شما در کشور کراسی هستید. در اینجا می توانید امنیت، حمایت، پشتیبانی و کمک را بیابید. ما می خواهیم که شما احساس راحتی کنید و بدانید که توسط افرادی که به شما اهمیت می دهند احاطه شده اید. به کشور کراسی خوش آمدید. کشور کراسی در جنوب اروپا در امتداد دریای زیبای آدریاتیک با بیش از 1000 جزیره واقع شده است. ما هم کوه داریم و هم رودخانه. کشورهای همسایه ما اسلوونی، مجارستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین و مونتنگرو هستند و مرز آبی با ایتالیا داریم. کشور کراسی پیوندهای حمل و نقلی ایجاد کرده است که بخشهای مختلف آن را به خوبی به اروپا متصل می‌کند. کشور کراسی بخشی از اتحادیه اروپا است. حدود 3,800,000 نفر در کشور کراسی زندگی می کنند. علاوه بر کروات‌ها، افرادی از ملت‌های مختلف در اینجا زندگی می کنند که با هم یک جامعه چند فرهنگی را می سازند. زبان رسمی کروآتی است. کروات‌ها خونگرم و مهمان نواز هستند و خانواده بسیار مهم است. مؤسسات در کشور کراسی از همه کودکان، از جمله از کودکانی مثل شما که در حال سفر هستند، مراقبت می کنند. غذا خوشمزه و متنوع است. اکثر مردم مسیحی هستند، اما در کراسی افرادی با ادیان دیگر مانند اسلام یا یهودیت نیز وجود دارند که همگی در صلح با هم زندگی می کنند. ورزش بسیار مهم است، به خصوص فوتبال، بسکتبال، هندبال و واترپولو. در اینجا چند کلمه اساسی زبان کرواتی آمده است. سلام، بوک، حالت چطوره؟ کاکوسی. اسم من است زوبمسه. متشکرم. خوالا. خواهش میکنم. مولیم. در اینجا هر کودکی حق و فرصت رفتن به مدرسه را دارد. صرف نظر از اینکه اهل کجا باشد، آموزش رایگان است و دولت تضمین میکند که همه کودکان به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند تا هر کودکی بتواند به آنچه که میخواهد در بزرگسالی انجام دهد دست یابد. اینجا در کراسی هر کودکی مهم است. این یعنی ما به شما و امنیت شما اهمیت میدهیم. افرادی هستند که میتوانند و میخواهند از شما محافظت کنند. افرادی که شغلشان کمک به شماست. ما میخواهیم هر کودکی آزادانه و ایمن رشد کند، پیشرفت کند، یاد بگیرد و بازی کند. ما این را برای شما هم میخواهیم. همچنین برای ما مهم است که بشنویم شما چه فکر میکنید، چه چیزی برای خودتان، برای زندگیتان و برای خانوادهتان میخواهید. اکنون در مؤسسه‌ای هستید که از کودکان مراقبت می‌کند. این مؤسسه محل زندگی کودکانی است که به دلایل مختلف در حال حاضر قادر به زندگی با خانواده‌هایشان نیستند. آنها مانند شما توسط مربیان و سایر بزرگسالانی که در اینجا هستند مراقبت می‌شوند که در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، گفتگو یا کمک می‌توانید به آنها مراجعه کنید. آنها به امنیت، رفاه و احساس راحتی شما اهمیت میدن. مربیان، آنها هر روز با شما هستند. در فعالیت‌های روزمره به شما کمک میکنند. بازی‌ها را سازماندهی میکنند و با شما معاشرت میکنند. سرپرستان، آنها در امور مربوط به مدارک، یافتن خانواده و پیوستن به آنها به شما کمک میکنند و اطمینان حاصل میکنند که از حقوق خود در اینجا استفاده میکنید. روانشناسان، میتوانید در مورد هر چیزی که شما را نگران، ترسان و یا ناراحت میکند با آنها صحبت کنید. آنها اینجا هستند تا به شما گوش دهند و به شما کمک کنند تا احساس بهتری داشته باشید. در اینجا هر آنچه نیاز دارید را دریافت خواهید کرد. محل اقامت و غذا. شما هر روز یک جای راحت برای خواب و غذای گرم و خوشمزه دارید. مراقبت‌های بهداشتی. پزشکان و پرستاران از سلامت شما مراقبت می‌کنند. اگر احساس خوبی ندارید، فقط به یک بزرگسال بگویید. آموزش. می‌توانید به مدرسه بروید. آموزش برای رسیدن به آنچه می‌خواهید باشید و در بزرگسالی انجام دهید مهم است. ما در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد. اوقات فراغت. ما فعالیت‌های ورزشی، کارگاه‌های خلاقانه و سفرها را سازماندهی می‌کنیم. می‌توانید با همسالان خود بازی کنید، یاد بگیرید و معاشرت کنید. کمک حقوقی. اگر در مورد حقوق خود سوالی دارید یا به کمک در مورد اسناد، اخذ حمایت بین‌المللی،
پیوستن به اعضای خانواده خود نیاز دارید، افرادی هستند که به شما کمک کنند. افراد زیادی در کراسی هستند که می توانند به شما کمک کنند. مربیان، مددکاران اجتماعی، معلمان، پزشکان و افسران پلیس. در صورت داشتن هر گونه سوالی با آنها تماس بگیرید. همچنین شماره‌های مهم مختلفی وجود دارد که در صورت نیاز به کمک می توانید با آنها تماس بگیرید. شماره 112، شماره واحد برای تمام خدمات اضطراری. این شماره در سراسر اروپا منحصر به فرد است. این بدان معنی است که اگر به دلیل آسیب دیدگی، بیماری، قرار گرفتن در معرض خطر یا تصادف، چه در کشور کراسی چه در سایر کشورهای اروپایی به کمک نیاز داشته باشید، می توانید با آن تماس بگیرید. شماره 116000، مرکز کودکان گم شده و مورد آزار و اذیت. این شماره همچنین در سراسر اروپا منحصر به فرد است. اگر کودکی را می‌شناسید که گم شده است یا اگر اطلاعاتی در مورد کودکی گم شده دارید، می توانید با آن تماس بگیرید. کد QR را برای وبسایت وارد کنید. امیدوارم این ویدیو اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار داده باشد. اگر سوالی دارید یا می‌خواهید درباره موقعیت فعلیتان و آنچه که می‌توانید در کشور کراسی به دست آورید بیشتر بدانید، می‌توانید از مربیان و سایر بزرگسالان اطراف خود بپرسید. در فصل جدید زندگیتان موفق باشید. به کشور کراسی خوش آمدید.